من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم. اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟ نه به این شکل، نه به این شکل، ولی این فرصتی است که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو برای تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه ای نیست. نه. خیلی خب، از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نه گروه‌های دیگه و نه کشورهای دیگه، من بخوام سانسورمو بشکنم، خار مادری ازت سرویس میکنم که خودت تو BBC بزنی. چرا؟ چون شجاعم، من از مرگ نمیترسم. بله اگر بندت‌های من بره سفارت فرانسه رو در فلان کشور آتیش بزنه، من اینجا میگیرم به تخم اسب حضرت عباس که اینجا چیکار میکنم. من لیدرم. لیدر برای نجات مردمش همه کار میکنه. اصلا لیدری که خونش خراب نکنه مگه میتونه کشورش آباد کنه؟